بذار یه سوال ازت بپرسم که شاید هیچ وقت جرأت نکردی از خودت بپرسی. آخرین باری که واقعاً احساس کردی کسی ازت حساب میبره کی بود؟ نه اینکه بهت محبت کنه، نه اینکه ازت تعریف کنه. منظورم اینه کی بود که یه نفر واقعاً ترسید که تو رو از دست بده؟ اگه جوابت چند ثانیه طول کشید، این ویدیو برای توه. ماکیاولی 500 سال پیش توی کتاب شهریار یه چیزی نوشت که هنوز هم هیچ مدرسه‌ای جرأت نداره درسش بده. اون گفت بهتره ازت بترسن تا اینکه دوستت داشته باشن. چون دوست داشتن به اراده بقیه بستگی داره، ولی ترس به اراده خودت. امروز میخوام 8 تا نشونه رو بهت بگم که داری ناخودآگاه بدون اینکه خودت بفهمی ضعف نشون میدی و هر بار که این کارا رو میکنی داری با دستای خودت احترامت رو از بین میبری. آماده ای؟ بریم. نشانه اول، همیشه توضیح میدی حتی وقتی کسی نپرسیده. ماکیاولی توی شهریار مینویسه حاکمی که مدام مجبور تصمیماتش رو توجیه کنه نشون میده که هنوز توی جایگاه قدرت نیست. یه لحظه فکر کن. آخرین باری که یه تصمیم گرفتی، مثلا به یه دعوت نگفتی یا یه کار رو قبول نکردی، چند جمله توضیح دادی؟ میدونی سرم شلوغه. امروز واقعا نمیشه. نه به خاطر تو، بلکه این توضیح ها رو کسی ازت نخواسته بود. تو خودت دادی. چرا؟ چون ناخودآگاه داری از قضاوت شدن میترسی. داری سعی میکنی با کلمات تصویر خودت رو توی ذهن طرف مقابل مدیریت کنی. اما اینجاست که اشتباه میکنی. توی روابط قدرت کسی که توضیح میده همیشه تو جایگاه پایین تره. چرا؟ چون توضیح دادن به این معنیه که تو داری خودت رو محاکمه میکنی. داری ثابت میکنی که مجرم نیستی در حالی که اصلاً متهم نشدی. آدم قدرتمند نه رو قاطع میگه، بدون پرانتز، بدون علت. بین این دوتا جمله فرقه. متاسفم نمیتونم بیام چون واقعاً سرم شلوغه و اون روز قراره. در مقابل اون روز نمیشه. تمام. روانشناسی میگه این رفتار ریشش توی چیزیه که بهش میگن پیش دستی گناه. یعنی تلاش برای پیشگیری از احساس گناه قبل از اینکه حتی کسی چیزی بگه. و این دقیقاً همون سیگنالیه که به آدم‌های فرصت طلب میگه این آدم قابل فشاره. از فردا وقتی میخوای نه بگی فقط بگو نه. اگه واقعاً احساس کردی باید یه جمله اضافه کنی، یه جمله بگو، نه بیشتر. نشانه دوم، تو سریع جواب میدی. این یکی ممکنه عجیب به نظر برسه ولی گوش کن. ماکیاولی میگه یه حاکم باید یاد بگیره کی حرف بزنه و کی سکوت کنه، چون سکوت گاهی وقتها بیشتر از هر حرفی قدرت میسازه. وقتی کسی یه پیام میفرسته و تو ظرف 30 ثانیه جواب میدی، داری چی میگی؟ داری میگی من در دسترسم، من منتظرم، من برای تو وقت گذاشتم. حالا این ذهنیت رو بیار توی یه رابطه قدرت. وقتی تو همیشه سریع جواب میدی، ارزش زمان تو توی ذهن طرف مقابل به 0 نزدیک میشه. اونا یاد میگیرن که تو همیشه دم دست هستی و چیزی که همیشه هست دیده نمیشه. آب همیشه هست. کسی ارزشش رو نمیدونه تا وقتی که قطع بشه. تحقیقات روانشناسی اجتماعی نشون میده آدمایی که توی جواب دادن تأخیر متوسطی دارن، نه خیلی سریع، نه خیلی دیر، به طور ناخودآگاه مشغول و مهم دیده میشن. در حالی که آدمایی که سریع جواب میدن اغلب بیکار یا مشتاق به نظر میرسن. منظورم این نیست که بازی کنی و مصنوعی دیر جواب بدی. منظورم اینه که اگه واقعاً مشغول کاری هستی، داری فکر میکنی، داری زندگی میکنی، بذار پیام‌ها صبر کنن. قدرت در کمیابی. ماکیاولی این رو میدونست. روانشناسی هم این رو تایید میکنه. نشانه سوم،
تو با تعریف و تمجید سعی می‌کنی جو رو عوض کنی. این یکی از پنهانترین نشانه‌های ضعفه، چون ظاهرش شبیه مهارت اجتماعیه ولی نیست. توی جلسه هستی، یه تنشی پیش اومده، یه نفر ناراضیه و تو سریع شروع می‌کنی آره ولی باید بگم که واقعاً کار تو توی این پروژه خیلی عالی بود. راستش من همیشه نظراتت رو خیلی قبول دارم. این تعریف از کجا اومد؟ از ترس. ترس از تنش، ترس از ناراحتی، ترس از اینکه فضا سنگین بمونه. ماکیاولی توی شهریار یه هشدار صریح میده. چاپلوس‌ها مثل یه طاعون میمونن که دربارها رو پر کردن. چون آدما انقدر از تعریف شنیدن خوششون میاد که حتی اگه دروغم باشه باورش میکنن. حاکمی هم که چاپلوسی کنه خودش رو به پایین ترین سطح ممکن رسونده. وقتی تو برای کاهش تنش شروع به تعریف از طرف مقابلت میکنی داری چاپلوسی میکنی، حتی اگه حرفت واقعی باشه، چون انگیزت مدیریت احساسات طرف مقابله، نه صداقت. و اون آدم این رو حس میکنه. شاید ندونه چرا، ولی حس میکنه که تعریفت تو خالیه. آدم قدرتمند با تنش کنار میاد. اون تنش رو با تعریف الکی حل نمیکنه. اون تنش رو میپذیره، باهاش میمونه و از موضع خودش حرف میزنه. دفعه بعد که خواستی با تعریف کردن جو رو عوض کنی، 1 ثانیه صبر کن و از خودت بپرس الان دارم از چی میترسم؟ نشانه 4، تو وقتی که نباید عذرخواهی میکنی. ببخشید، میتونم یه سوال بپرسم؟ معذرت میخوام ولی فکر میکنم شرمنده که مزاحم میشم. این جمله ها رو میشناسی؟ احتمالاً خودت میگی. عذرخواهی توی جای درست نشانه بلوغه. ولی عذرخواهی بیمورد، عذرخواهی برای اینکه هستی، برای اینکه نظر داری، برای اینکه جا میگیری، این نشونه یه چیز دیگه است. ماکیاولی میگه کسی که مدام عذرخواهی میکنه داره به بقیه یاد میده که همیشه منتظر اشتباه کردنش باشن. روانشناسی تایید میکنه که عذرخواهی مکرر و بیمورد 2 تا اثر منفی داره. اول، ارزش عذرخواهی‌های واقعی تو رو از بین میبره. دوم، به طرف مقابل سیگنال میده که تو از قبل منتظر قضاوت شدن هستی. آدم‌های ناامن دائم عذرخواهی میکنن چون ناخودآگاه منتظر حمله‌ان. اونا با عذرخواهی میخوان از قبل راه نفوذ رو ببندن. اما این کار درست نیست. این یه دعوتنامه است. بذار یه تمرین عملی بهت بدم. 1 هفته روی کلمه ببخشید نظارت کن. هر بار که میخوای بگیش از خودت بپرس آیا واقعاً لازمه که عذرخواهی کنم؟ اگه جوابت نبود حذفش کن. نشانه 5، تو نظر دادنت رو با شاید و فکر کنم شروع میکنی. شاید اشتباه میکنم ولی فکر میکنم نه مطمئن نیستم ولی به نظر من البته شاید اشتباه کنم. به این رفتار میگن پوشش دهی ایمن، یعنی محافظت از نظر قبل از بیان کردنش. ظاهراً فروتنیه اما در واقع ترسه. تو داری از قبل یه راه فرار میسازی تا اگه یه وقت نظرت رو رد کردن بگی من که قبلاً گفته بودم مطمئن نیستم. ماکیاولی میگه یه حاکم هیچ وقت نباید توی زمان آرامش از محکم حرف زدن بترسه، چون کسی که از حرف زدن واهمه داشته باشه موقع عمل کردن هم حتما میترسه. وقتی تو اظهار نظرت رو با تردید شروع میکنی داری به مخاطبت اجازه میدی که قبل از شنیدن اهمیت حرفت رو کم کنه. تفاوت رو ببین. شاید اشتباه کنم ولی فکر میکنم این پروژه باید تغییر کنه. در مقابل این پروژه باید تغییر کنه. تو کدوم رو جدی تر میگیری؟
قاطعیت در بیان نظرهات یعنی تو به ارزش فکرت ایمان داری. اگه اشتباه کردی بعداً اصلاح میکنی، ولی از موضع قدرت اصلاحش میکنی، نه از این موضع که من که از اول گفته بودم مطمئن نیستم. نشانه ششم، وقتی کسی باهات مخالفه سریع موضعت رو عوض میکنی. یه صحنه رو تصور کن. تو توی جمع یه نظر میدی. یه نفر با لحن محکم باهات مخالفت میکنه و تو چی کار میکنی؟ آره البته حق با توه. خب از این زاویه که نگاه میکنم شاید نظر تو درست باشه. منظورم این نبود. منظورم تو نظرت رو به خاطر این عوض نکردی که دلیل محکمی شنیدی. نظرت رو عوض کردی چون از تنش ترسیدی. به این میگن تسلیم اجتماعی و یکی از مخربترین الگوهای رفتاریه که میتونی داشته باشی. چرا؟ چون بقیه اینو یاد میگیرن که با یکم فشار میتونن نظر تو رو تغییر بدن و بعد از اون دیگه نظرت برای کسی ارزش نداره. ماکیاولی میگفت حاکمی که نظرش با یه وزش باد عوض میشه توی چشم همه کوچیک میشه، چون نشون داده که هیچ اراده ای از خودش نداره. آدم قدرتمند نظرش رو فقط با دلیل عوض میکنه، نه با فشار. تفاوتشون اینه: دلیل یعنی اطلاعات جدیدی بهت رسیده که واقعاً دیدگاهت رو تغییر میده. فشار یعنی کسی بلندتر حرف زد یا با قیافه ناراحت نگاهت کرد. از امروز وقتی کسی باهات مخالفت کرد، قبل از جواب دادن بهش یه جمله از خودت بپرس: آیا الان یه دلیل واقعی شنیدم؟ اگه نه، موضعت رو نگه دار. نشانه هفتم، تو از نه شنیدن بیشتر از نه گفتن میترسی. این یکی از عمیق‌ترین نشونه هاست. وقتی از کسی چیزی میخوای، یه لطف، یه کمک، یه درخواست، چقدر طول میکشه تا بهش بگی؟ چقدر آماده سازی میکنی؟ چقدر توی ذهنت تمرین میکنی؟ و اگه نه بشنوی چه حسی داری؟ اگه نشنیدن برات مثل یه شکست شخصیه، مثل اینکه طرف مقابل داره تو رو رد میکنه نه درخواستت رو، این یه مشکل بزرگه. روانشناسی میگه آدمایی که از جواب رد شنیدن میترسن ناخودآگاه کمتر درخواست میکنن و کمتر درخواست کردن یعنی کمتر به دست آوردن و کمتر به دست آوردن یعنی ضعف بیشتر. این یه چرخه معیوبه. ماکیاولی میگه کسی که از درخواست کردن میترسه هیچ وقت چیزی رو که حقشه به دست نمیاره، چون دنیا به آدمهای جسور پاداش میده، نه صرفاً به آدمهای لایق. نه، فقط یک کلمه است، مسیر رو عوض میکنه، نه ارزش تو رو. آدم قدرتمند درخواست میکنه بدون التماس، بدون مقدمه چینی بیش از حد، بدون آماده کردن طرف مقابل برای جواب مثبت، و اگه نشنید با همون آرامش ادامه میده. بیا یه تمرین انجام بدین. این هفته یه درخواستی رو بکن که مدت هاست به خاطر ترس از نشنیدن انجامش نمیدی. فقط بپرس با قدرت و جسارت. مطمئن باش میبینی که هیچ اتفاقی نمیافته. نشانه هشتم، تو برای هر کاری منتظر زمان مناسبی. این آخرین نشونه است و به نظر من کشنده ترینه. وقتی شرایطم بهتر شد انجامش میدم. وقتی آماده تر شدم. وقتی مطمئن شدم که درسته. ماکیاولی توی کتاب شهریار یه چیزی میگه که باید روی دیوار اتاقت بنویسیش. فرصتها مثل رودخونه میمونن. اگه منتظر بمونی تا کاملا آروم بشن، هیچ وقت نمیتونی ازشون رد بشی. زمان مناسب یه توهمه، یه داستانه که ذهن ضعیف برای توجیه ترسش میسازه. آدمای قدرتمند وارد رودخونه میشن در حالی که جریانش هنوز تنده. اونا میدونن که آمادگی کامل هیچ وقت نمیاد. پس با آمادگی ناقص شروع میکنن و توی مسیر
یاد میگیرن. ترس از نامناسب بودن زمان در واقع ترس از شکسته و این ترس بدون عمل هیچ وقت از بین نمیره، فقط قوی تر میشه. هر روزی که صبر میکنی تا زمان مناسب برسه، در واقع داری یه تیکه از جرأتت رو از دست میدی و ترسوتر و ضعیفتر میشی. ماکیاولی 500 سال پیش میدونست که دنیا به اونی تعلق نداره که خوب تره. دنیا به اونی تعلق داره که قوی تره. این قدرت یعنی خشونت؟ نه. یعنی بیرحمی؟ نه. یعنی بی‌تفاوتی به بقیه؟ نه. یعنی اینکه تو به ارزشمند بودن خودت، وقتت، نظرت و به مرزهات اعتقاد داری و اجازه نمیدی ترس این اعتقاد و ایمان رو از تو بگیره. اون صدایی که توی سرت میگه صبر کن، آماده نیستی، اول ببین بقیه چی میگن، اون صدای وجدانت نیست. اون صدای ترسه و ترس رو باید به رسمیت شناخت، نه اینکه ازش اطاعت کرد. اگه این ویدیو یه چیز رو توی ذهنت تکون داد، حتما لایکش کن و توی کامنت ها بنویس کدوم نشانه بیشتر به تو شبیه بود و برای یه نفر بفرستش که فکر میکنی باید این حرف ها رو بشنوه. کانال نیمه تاریک رو دنبال کن، چون ما تازه داریم وارد تاریک ترین و صادقانه ترین بخش روانشناسی قدرت میشیم. من اینجام و تو دیگه توی این مسیر تنها نیستی. برو و از امروز طوری زندگی کن که دنیا حسش کنه. میبینمت.